در زبان لاتین زمان گذشته ساخت بسیار آسانی داره. در این ویدیو براتون توضیح میدم که چگونه برای 5 دسته فعلی که گفته بودیم زمان گذشته اخباری رو بسازیم. در درجه اول باید بدونیم که گذشته گزارشی یا همون ماضی اخباری از بن ماضی به علاوه پایانه های ای، ایستی، ایت، ایموس، ایستیس و ایرونت یا ایره ساخته میشه. بدین ترتیب باید ببینیم در درجه اول که بن ماضی رو چگونه به دست بیاریم. در واقع ما قبلا ساختهای بنیادین برای 5 دسته فعل رو با هم دوره کرده بودیم. حالا یکی از اون ساختها هستش که به ما کمک میکنه تا بن ماضی رو به دست بیاریم و اون برای ما خواهد بود اول شخص گذشته گزارشی که در این ساختها به ما داده شده، یعنی اماوی، دیلوی، لگی، کپی و اودیوی. برای به دست آوردن بن ماضی کاری که میکنیم اون ای رو از انتهای در واقع اول شخص گذشته گزارشی یا همون ماضی اخباری برمیداریم. بدین ترتیب به ما خواهد داد اماو، دلو، لگ، کپ و اودیو. پس از این میتونیم پایانه هایی که قبلا بهش اشاره کردم رو بهشون اضافه کنیم. برای مثال میتونیم ببینیم که کپیو چجوری در گذشته گزارشی صرف میشه. پس بن ماضی رو برمیداریم و پایانه ها رو بهش اضافه میکنیم و چیزی بدین شکل به ما خواهد داد: کپی، کپیستی، کپیت، کپیموس، کپیستیس، کپیروند و کپره. قاعدتاً کپره فرمی هستش که در شعر بیشتر باهاش برخورد میکنیم. به همین ترتیب برای فعل بودن باید بن ماضی فعل بودن رو برداریم و پایانه های ای، ایستی، ایت، ایموس، ایستیس، ایرون رو بهش اضافه کنیم که به ما چیزی خواهد داد بدین شکل: بن ماضی فعل بودن یعنی سوم اس خواهد بود فو. پس بدین ترتیب گذشته گزارشی فعل بودن برای ما خواهد شد فوی، فویستی، فویت، فویموس، فویستیس، فویروند یا فویر. برای 5 دسته فعلی که دیده بودیم به ترتیب ما در پرفکتوم یا همون گذشته گزارشی خواهیم داشت اماوی، اماویستی، اماویت، اماویموس، اماویستیس، اماویروند، دلوی، دلویستی، دلویت، دلویموس، دلویستیس، دلویروند، لگی، لگیستی، لگیت، لگیموس، لگیستیس، لگیروند، کپی، کپیستی، کپیت، کپیموس، کپیستیس، کپیروند، اودیوی، اودیویستی، اودیویت، اودیویموس، اودیویستیس، اودیویروند. همونجور که میتونید ببینید برای دسته اول اماوی در سوم شخص توی ویدیو یک اشتباه وجود داره. برای سوم شخص باید باشه اماویت، یه ت جا افتاده، پس اون ت رو خودتون اضافه میکنید. حالا با این تفاسیر نوبت شماست که این فعل ها رو در ماضی اخباری صرف کنید برای خودتون. فقط باید حواستون باشه که برای فعل های مانند کاگناسکو در ساخت های بنیادین فقط ریشه داده شده، یعنی نووی قاعدتاً هست کاگنووی و کنستیتوو که در گذشته هست، در گذشته اینجا بهتون داده شده ستیتووی هست کنستیتووی و به همین ترتیب کردو که اینجا دیدی داده شده باید بخونید کردیدی. به این ترتیب هستش که قاعدتاً در دیکشنری شما این ساخت ها رو پیدا میکنید.